سرخط خبرهای مهم. رئیس چند ناحیه فرزندانشان را به ارتش فرستادند. در صدمه‌های تاجیکستان در یک روز 3 نفر فوت دیدند و تهدید یک دهقان با سلاح. سلام بینندگان عزیز، این برنامه نویدی بامدادی است با خبرهای تازه از تاجیکستان و جهان. امروز 3 اکتبر سال 2025 است. مقامات ختلان از سفربر شدن فرزندان دست کم 3 رئیس ناحیه به ارتش خبر دادند. جهانگیر شاه رستم شاه سخنگوی رئیس ولایت ختلان با نشر چند عکس در شبکه‌های اجتماعی گفت رئیس ناحیه خوالینگ فروخ‌الدین نبی‌زاده پسر کلانی خود را بعد ختم دانشگاه به خدمت حربی فرستاد. با نوشته او پسر رئیس ناحیه واسع جمشید شریفزاده هم به ارتش رفت. همینطور به اطلاع مقامات ناظر منطقوی ملیسا در شعبه کارهای داخلی قبادیان هم 2 فرزندش را به خدمت گسیل کرده است. جهانگیر شاه رستم شاه همچنین عکس از مراسم گسیل فرزندانی چند کارمند دیگری سطح‌های گوناگون حکومت ختلان را نشر نموده و از حس بلند وطن دوستی آنها توصیف کرده است. اعلان خبری به خدمت رفتن فرزندان منصبداران در حالی است که بارها ساکنان و مطبوعات محلی از جلب نشدن فرزندان مقامداران به ارتش و نابرابری اجتماعی تنقید می‌کردند. بر اساس قانون حالا افرادی که در ارتش خدمت نمی‌کنند امکان کار در ساختارهای قدرتی را نخواهند داشت. سبب توجه فرزندان مقامداران هم برای رفتن به ارتش بیشتر به همین چیز ربط داده می‌شود. به داشتن سابقه خدمت آنها را در نهادهای انتظامی به کار نمی‌گیرند. معلوم نیست که پسران منصبداران در کدام شرایط به ارتش رفتند و در کدام شهر و نواحی و در کجا خدمت می‌کنند. تنها روز 1 اکتبر در نتیجه صدمه‌های نقلیاتی در راه‌های تاجیکستان 3 کس به هلاکت رسیدند. در این باره وزارت کار داخلی تاجیکستان خبر می‌دهد. بر اثر این حادثه‌ها که در حدود ولایت ختلون و اطراف شهر وحدت رخ دادند، 3 نفر از جمله یک کودک خردسال هلاک شده است. با گفته وزارت 1 اکتبر در راه وحدت راننده مرسدس بنز شریف قربانعلی دوچرخه‌ران دولتов اسماعیلی 43 ساله را پخش نموده است و او در جای حادثه هلاک شده است. در یک صدمه دیگر که همان روز در حدود ناحیه کوشانیان رخ داده است، راننده اوپل اسرا پیاده‌گر سفر و شهنازه 39 ساله را با طفل 3 سالش پخش نموده است. هر دو در جای حادثه به هلاکت رسیدند. در ازبکستان یک افسر پلیس برای اجرا نکردن نقشه جمع‌آوری حاصل گندم با سلاح به دهقان تهدید کرده است. نوار لحظه تهدید به شبکه‌های اجتماعی راه یافت. با گفته شاهدان حادثه در یکی از روستاهای ولایت فرغانه رخ داده است. نیروهای امنیتی با فرمان رهبر حکومت محلی شبانه به خانه دهقان درآمده او را به آن ایبدار کردند که نقشه جمع‌آوری حاصل غله را اجرا نکرده است. بس به جنجال پیچیده و در نوار دیده می شود که یکی از کارمندان حفظ حقوق صاحب خانه را با سلاح تهدید و تلاش می کند که او را به بیرون برد. فرزندان دهقان التماس می کنند که پدر بیمارشان را نبرند. این نوار در شبکه‌ها سر و صدای زیاد برپا کرد. کاربران از آن اظهار حیرت کردند که چرا دهقان را برای جمع‌آوری حاصل زحمت خودش تهدید می کنند. مقامات به این حادثه واکنش نکردند. قطع اینترنت در افغانستان نه تنها باعث پیش آمدن مشکل در خدمت رسانی‌های گوناگون و کار و زندگی مردم در داخل این کشور، بلکه افغان‌های مقیم دیگر کشورها را نیز نگران نمود. سفارت افغانستان در واکنش روز 2 اکتبر گفت این عمل طالبان حمله مستقیم به آزادی بیان، حقوق دسترسی به اطلاعات و ارتباطی افغانستان با جهان است. در تاجیکستان که هزارها پناهجوی افغانستانی به سر میبرند، طی 2 روز قطع اینترنت از حال و احوال نزدیکانشان خبر نداشتند. همکارم علیشیر ظریفی در این باره گزارش می‌دهد. قطع 2 روزه اینترنت در سراسر افغانستان تشویش و نگرانی‌های مهاجران افغانستانی مقیم تاجیکستان را بیشتر کرد. احساس خیلی بد داشت. خود کسی با تماس شدن نمیتونسته. دادر، پدر، مادر همه در اونجا بود. دیگه باز فعال شد، دیروز فعال شد دیگه از نماز دیگه. همه فامیل خبر نداشتیم از هیچ کس. هیچ ارتباط نبود، سر روز قطع بود ارتباط. خود کسی هیچ ارتباط نداشت، خیلی با تشویش شد که کدام کارش در جنگ است. هیچ معلوم نبود چی گپ بود. اونا هم خیلی وضع خراب بود، هیچ زندگی نبود دیگه. به خپل هم استاد بودن، کاروبار نبود، هم
در اینترنت میشد کار با استاد بود، هیچ معلوم نبود. وضع اینا خیلی خراب بود. احمدزیا کوشان، مهاجری دیگری افغانستانی که در شهر وحدت تاجیکستان به سر میبرد، میگوید انتظار نداشت پس از 2 روز اینترنت دیگر باره در افغانستان برقرار میشود. میگوید خط اینترنت در کشورش اگر طولانی دوام میکرد مشکلشون بیشتر میشد. خب حوازه بود که اینترنت در سر صبحان امکان داره قطع شود. بعد از اینکه ساعت‌های 5 دیگر بود که اینترنت قطع شد و کلگی در گوشه خاموشی برقرار شد در سطح افغانستان و همه جگرخون بودن که روابط مسائل بزنس، تجارت، روابط اجتماعی، فامیلا با تمام جهان قطع شد دیگه. از خاطر بسیار همه مردم جگرخون بودن دیگه، خوش نبودن. طبق گزارش‌ها شامگاه 29 سپتامبر دسترسی به اینترنت در سراسر افغانستان قطع شد و باعث خللدار شدن خدمات شبکه‌های مخابراتی، پروازهای هواپیما و کاری بانک‌ها گردید. مقامات طالبان قبلا قطع اینترنت را با پیشگیری از آنچه آنها آن را به اخلاقی مینامند ربط داده بودند. این اقدام حکومت طالبان موجی از نگرانی‌ها را در میان شهروندان، کارشناسان و نهادهای رسانه‌ای برانگیخت و پناهجویان افغان هم از زمره آنهایند که در تشویش بودند. بر اساس آمار نهادهای کار با مهاجران، حدود 13000 پناهجوی افغان در تاجیکستان ثبت شدند که بیشترشان در انتظار انتقال به کشور سوم هستند. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. بخش یک روز تاریخ با مهمترین تحولات تاریخی در روز 3 اکتبر منظور شما می شود. اکتبر سال 1908 در شهر بخارا در حوله میرزا عبدالواحد منظم، یک معارف پروری معروفی دور، اولین مکتب اصول نو یا جدید تأسیس شد. در آن در قطار علوم دینی علم‌های دنیوی نیز آموزانده میشد. در 2 ماه شمار شاگردان آن به 12 نفر رسید و اکثری طرفداران اصول نو معارف پروران و نزدیکان آنها صاحبکاران زمانوی بودند که ضرورت اصلاحات در نظام معارف و باسواد کردن مردم را درک می‌کردند. این مکتب دیر نپایید ولی توانست جامعه را به ضرورت تغییر نظام آموزش و پرورش وادار کند. 3 اکتبر سال 1959 در تاجیکستان شوروی نخستین شبکه تلویزیونی فعال شد. نمایش‌های اولین آن همگی 3 دقیقه بودند و وقتی باقی مانده 2.5 ساعتی اساساً با فیلم‌های مستند پر کرده می‌شد. در سال‌های استقلالیت حکومت تاجیکستان شبکه‌های نوی تلویزیونی مثل سفینه و جهان نما، بهارستان و سینما و دیگرها را راه‌اندازی کردند که اساساً به بازتاب و تبلیغ سیاست دولت روانه شدند. حکومت به دشواری اجازه تأسیس تلویزیون‌های خصوصی را می‌دهد. 3 اکتبر سال 2020 در اوج پاندمی کرونا ویروس تئاتری به نام تحفه فاضل و در شهر کنی بادام باری اول در تاریخ تئاتر تاجیک نمایش آنلاینی را برآورد ماند. نمایشنامه بازیچه‌های تئاتر کنی بادام را در یوتیوب و صحیفه‌های دیگر اجتماعی آن روز هزارها تماشابین دیده توانست. این در حالی بود که وضع تئاترهای کسبی تاجیکستان که اساساً به سبک سنتی تماشابین و صحنه کار را پیش میبرند، سال‌های اخیر با مشکلات زیاد از جمله کمبود نمایش‌های دلرس و کمی تماشابین روبرویند. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 116 سومانی برابر است. 100 دلار آمریکایی تا 933 سومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 3 اکتبر چنین تعیین شده است. برنامه نویدی با مدیر و استودیوی دوشنبگی رادیو آزادی می‌دیدید. خبرهای بیشتر را از سامانه و صفحه‌های رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی پیگیری کنید. استراحت خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.